سلام، من آریاناز هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز قراره توی 10 دقیقه تمام نکات انگیزه نامه رو بهتون بگم که خودتون بتونید برای اپلای انگیزه نامتون رو پر کنید. من تمام نکات رو توی لپتاپم نوشتم که هیچ نکته‌ای براتون جا نمونه. اول از همه بریم ببینیم که انگیزه نامه چه جور نامه‌ای هستش. انگیزه نامه SOP یا Statement of Purpose یک بیانیه هدفه که شما میتونید این بیانیه هدف رو توی حالا تحصیلی باشه، شغلی باشه، کاری باشه و یا تحقیقاتی بتونید اینو بنویسید. این نامه در واقع چی رو میاد بیان میکنه؟ شما باید این نامه دلیل برتریتون نسبت به کاندیداهای دیگر رو توی این نامه بیان کنید. حالا این نامه نباید توش اقرار زیادی داشته باشه. توی نامه شما بر هر موضوعی که دارید توضیح میدید باید یک مدرکی داشته باشید و زیاد توی این نامه شما نمیتونید اقرار کنید. حالا میرسیم به قسمت مثلث انگیزه نامه. مثلث انگیزه نامه 3 تا چیز رو در بر میگیره که هر انگیزه نامه موفقی نیاز داره که اون رو داشته باشه. اولیش اهداف شغلی و یا تحصیلیتون رو حتما باید توی این نامه بیان کنید. دومیش تجربیات و کارآموزی هایی که شما گذشته تو اون هیته یا تو اون رشته داشتید باید بیان بشه. و قسمت بعدیش برنامه‌ای که شما واسه آینده دارید. حتما باید این مثلث 3 تا ویژگی اصلی توی انگیزه نامتون باشه. حالا فرقی نمیکنه انگیزه نامتون حالا تحصیلی باشه، تحقیقاتی باشه و یا شغلی باشه. یه سری ویژگی‌ها داره انگیزه نامه. اینکه انگیزه نامه شما اصلا نباید خیلی طولانی باشه. باید یک چیز مختصر و مفید باشه و باید بین 800 تا 1000 تا لغت رو در بر بگیره و به صورت خلاصه باشه. شما این انگیزه نامه رو به هر زبونی که می‌نویسید حتما باید حواستون باشه که از لحاظ گرامری و رسمی بودن این ویژگی رو حتما رعایت کنید توی نامه. قسمت بعدی، اگر نمیدونید شما انگیزه نامتون رو چجور بنویسید و از کجا باید شروع بکنید، یه کاغذ وردارید و تمام دستاورداتون رو توی اون رشته و یا تو اون قسمت شغلیتون بنویسید. اگر نمیدونید که چه دستاوردهایی دقیق دارید میتونید از اطرافیانتون بپرسید و از کارفرمای قبلیتون از این دستاوردهای خودتون آگاه بشید. انگیزه نامه شما باید خیلی منطقی باشه و سعی کنید که توش اقرار نکنید. یه سری انگیزه نامه‌ای که الان بچه‌ها واسه اپلای می‌نویسن خیلی توش اقرار هست و میاد واقعیت رو بیان نمی‌کنه و وقتی شما وارد حالا اون رشته میشید، اون شغل میشید و اونها اون چیزایی که توی انگیزه نامه شما نوشتید رو ازتون میخواین، میبینن که واقعا اونجوری که توی انگیزه نامه نوشتید نبوده و دچار مشکل میشید. ما برای همه انگیزه نامه ها نمیتونیم یک ساختار مشخصی رو بخوایم تعیین کنیم که بگیم اول مقدمه، اول این. اصلا هیچ ساختار مشخصی نداره. بستگی به اون رشته‌تون داره، بستگی به اون تیم تحقیقاتی که قراره برین رو داره. ولی من یک ساختاری که به صورت کلی میشه از این نقش جلو رفت رو براتون میگم. اولین اینه که مقدمش باید چجوری باشه. مقدمش اینجوری باشه که شما خودتون رو به صورت مختصر و مفید معرفی بکنید. اینکه توی این رشته، توی این شغلی که دارید میرید چقدر علاقه داشتید بهش در گذشته و چقدر واسهتون مهمه که شما این شغل رو و یا این رشته رو شما بتونید براش پذیرش بگیرید. سعی کنید در قسمت دومش از پیشینه تحصیلیتون که توی این رشته هستید بگید که شما در گذشته با چه نمراتی و کجاها کارآموزی کردید. حتما به صورت مختصر و مفید توی انگیزه نامتون توی قسمت اولش حتما این رو بیارید. و تجربیاتتون، اگر مثلا جایی کار کردید یا کارآموزی داشتید حتما بیارید. و اهدافی که بهتون گفتم، اهداف آینده،
شما خودتون رو توی این رشته یا توی این پوزیشن شغلی در کجا میبینید؟ در 5 سال آینده، در 3 سال آینده. در واقع شما باید کسی که اون انگیزه نامه، مقدمه و انگیزه نامه رو میخونه، شما رو یک برتری نسبت به بقیه کاندیداها بده و انگیزه نامتون باید یک جوری شروع بشه که اون کسی که داره میخونه علاقه داشته باشه بقیهش رو ادامه بده و بخونه. حواستون باشه که انگیزه نامه رو حتما باید به صورت لحن رسمی بنویسید و داستانی بنویسید که واسه اون کسی که داره میخونه اصلا خسته کننده به نظر نرسه. از جملات و شعارهایی که همه توی انگیزه نامه هاشون استفاده میکنن اصلا استفاده نکنید و سعی اصلا نکنید که توی اون انگیزه نامتون بلوف بزنید. قبل از اینکه شما بخواید انگیزه نامتون رو بنویسید، حالا چه تحصیلی باشه چه شغلی باشه، حتما قبلش درباره اون رشته‌تون، اون دانشگاهتون تحقیقاتی رو انجام بدید و بدونید که شما توی هر رشته‌ای که بخواید برین مربوط به اون باید انگیزه نامه بنویسید و شما نمیتونید یک انگیزه نامه بنویسید و برای تمام رشته‌ها کپیش کنید. حواستون باشه یه سری انگیزه نامه‌ای که برای دانشگاهی خیلی بزرگ می‌نویسین باید امضا و تاریخ اون روزی که انگیزه نامه رو نوشتین داشته باشه وگرنه ممکنه انگیزه نامتون رد بشه. یادتون نره که بعد از نوشتن انگیزه نامتون اون رو حتما مرور کنید و ساختار کلمات و گرامری رو حتما چک کنید. به صورت کلی اگر بخوایم طبق این گفتهایی که امروز گفتیم یک انگیزه نامه عالی چه ویژگی باید داشته باشه، اون انگیزه نامه باید یک جوری باشه، اون نامه باید یک جوری باشه که خودتون رو نسبت به کسایی که شرکت کردن برتر ببینید. حالا من اینجا یه دونه انگیزه نامه تحصیلی گذاشتم که میتونید ساختارش رو ببینید که ساختار کلی انگیزه نامه چجوریه. اگر مایلید که نمونه‌های انگیزه نامه بیشتری رو ببینید، من توی کپشن لینک کانال تلگرامیمون رو گذاشتم که شما میتونید انگیزه نامه بیشتری رو توی اونجا ببینید. و در انتها یادتون نره که کانال من رو لایک و سابسکرایب کنید که شما اولین نفری باشید که ویدیوهای من رو ببینید. چاو چاو.